برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان گرامی. در برنامه سیاسی تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. امروز از صدمه مرگبار در شهر دوشنبه که رسانه‌ها خبر دادند صحبت خواهیم کرد. صبح امروز معاون دادستانی ناحیه فردوسی پایتخت اسلام انورزاده در حالت مستی سر چنبرکی ماشین تمغه تویوتا لند کروزر 200 با سرعت کلان به ماشین بارکش کماز برخورد. در نتیجه این صدمه سراینده معروف بهرام غفوری که در ماشین دادستان قرار داشت کشته شده، خود دادستان و یک مسافر دیگر زخم‌های گوناگون برداشته به بیمارخانه برده شدند. درباره بهرام غفوری امروز همه رسانه‌ها نوشتند. دوستان و نزدیکانش در شبکه‌های اجتماعی از خصلت‌های نکویش گفتند و ما تکرار آنها را ضرور نمی‌شماریم. موضوع ما هم این نیست. خدا رحمتش کند. موضوع امروزه ما خود راننده، پرکراری، لندکروزر سوار و امثال همین اصیل زادگان شاهسوار است. تماشابینان گرامی، طبق اطلاع منابع پیام، اسلام انورزاده 29 ساله، پسر رئیس کارخانه نساجی تاجیکستان و رهبر انجمن کارخانه‌های صناعتی سبک انور قربانوف، ملقب با انوری کله است. این سوال که یک منصبدار دولتی مبلغ لند کروزر 200 را که بیش از $60,000 قیمت دارد از کجا پیدا کرده است مطرح نیست. البته جوابشان هم تیار است و میگویند که پدرش تاجر موفق است و به پسرش هدیه کرده است. هرچند همه میدانند که دادستان‌هایی که پدر و برادر تاجر ندارند این گونه ماشین ها و خانه های با حشمت را صاحبند. پاسخشان هم یکتا است. نزدیکان تاجر تحفه کرده اند. سؤال چگونه به معاونی دادستان یکی از ناحیه های پایتخت رسیدن جوان 29 ساله هم مطرح نیست. هیچ کس در این باره چیزی نمیگوید. پاسخ آن هم از دو سمت دو خیلی صدا خواهد داد. اگر پاسخ جسته شود البته. رسما خواهند گفت که جوان تحصیل کرده و با استعداد و متخصص خوب است که با کوشش خودش به این وظیفه رسیده است. این پاسخ را هم رسانه‌ها و جامعه صدها بار شنیده اند. تا حال هیچ تغییراتی به آن علاوه نشده است و همه می‌دانند که در مورد انورزاده هم آن تکرار خواهد شد. اما پاسخ غیر رسمی و مردمیش همان پاسخ اولی سؤال قبلی است. پدرش تاجر موفق است. با خدادادگان ستیزه نکن که بر او خدا داده است. به این پاسخ یک نقطه دیگر هم علاوه می شود. زاده کنگورت. چیزی که در اینجا به مردم عیان نیست، قیمت کرسی معاونی دادستانی یک ناحیه پایتخت است. این کرسی به چند پول آماده باشد؟ یکی از سوال‌هایی که در حال در ذهن برای پاسخ رسمی پیدا می شود این است که چگونه جوان تحصیل کرده و با استعداد متخصص خوب مست سر چنبر ماشین نشسته است و آن را با سرعت بلند رانده است که هر دو قانون شکنی سبک نیستند. یک شخصی با استعداد، با هوش، با ادب مگر سرمست به سر چنبرکی ماشین می نشیند؟ اما من و شما می دانیم که پاسخ رسمی کمترین حقیقت را در خود ندارد. این سؤال را هم کنار می گذاریم. موضوع بحث ما این است که چنین صدمه های مرگبار از جانب فرزندان نازپرورده منصبداران زود تکرار می شود و تا حال کسی از آنها جزا نگرفته است. باید
باز از مسئله کمی کنارتر رفته قید کنیم که اکثر صدمه های مرگبار با اشتراک فرزندان منصبداران در همین خیابانی رودکی رخ می‌دهد. در همین خیابانی رودکی پایتخت، خیابانی که امام علی رحمان و پسرش رستم امام علی هر صبح و شام از آن حرکت میکنند و 2 ساعت در روز این راه بسته می شود. یکی از اولین و پرسر و صداترین صدمه های مذکور با اشتراک پسر نابالغ امان الله حکوموف، رهبر سابق راه آهن تاجیکستان رخ داده بود که تا حال در ذهن ها مانده است. تماشابینان گرامی، در یادتان هست ساعت 2 شب 9 اکتبر سال 2013 در مرکز شهر دوشنبه رسولی امان الله پسر 16 ساله رئیس شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان با سرعت بلند به ماشین دیگر برخورد و 2 نفر بیچاره در محل حادثه و 1 نفر دیگر دیرتر در بیمارستان جان خود را از دست دادند. خود رسول از این حادثه جان به سلامت برده، تنها از ناحیه دستش زخمی شده بود. ساعت 8 صبح 10 اکتبر سال 2013 یک چند ساعت بعدتر رسول حکوموف همراه مادرش به آلمان پرواز کرد. گریخت. ظاهراً برای طبابت دست لت خورده‌اش. در تاجیکستان بیمارخانه ها خشک شده اند که دست لت خورد به آلمان می روی. دیرتر پدرش رسانه ها را متهم به هنگامه سازی کرده در مصاحبهش با هفته‌نامه نقلیات گفت اگر حادثه ساعت 2 شب رخ داده پسرم گناهکار باشد چرا تا ساعت 8 پرواز طیاره یعنی در دوام 5 ساعت از مقامات داخلدار کسی به سراغش نآمد؟ این صدمه یک معما است. حکوموف گفته بود. معما بودن صدمه را در مصاحبه دیگرش امان الله حکوموف تاکید نموده بود که می گفت رسول بسیار بچه خوش اخلاق و مهربان است. من باور ندارم که او به اجازت ماشین رانده باشد. ببینید گفتی ازبک ها قنغوز هم آپاق گنم گفتگی است. شاید حالا انور قربانوف هم در حیرت است که چگونه پسر درس خوانده، قانون محور، ناظر اجرای قانون و متخصصش در حالت مستی سر چنبر ماشین نشسته است. آن زمان دادگاه بعد تفتیش موشکافانه صدمه رسول حکوموف مادرش همسر امان الله حکوموف را با دلیل رعایت نکردن قانون درباره مسئولیت پدر و مادر 120 سومانی جریمه کرده بود. 120 سومانی. 3 آدم مرد اگر خطا نکنم. انکنون خودش به جزا ماند، فقط مادرش برای به نظارت گذاشتن پسر نابالغش 120 سومان جریمه شد. انکنون نگاه کنید. شب 10 سپتامبر سال 2016 پسر 23 ساله معاون یکم سروزیر تاجیکستان دولت علی سعید فراموز سعیدوف سر چنبر ماشینی در حالت مستی به ماشین خواجگی کمونالی شهرداری دوشنبه برخورد که در نتیجه 2 نفر جان خود را از دست دادند. یکی از آنها کارمند خواجگی کمونالی رستم ستاروف بود. خود فراموز مثل رسول و اسلام تنها جراحت برداشت. دیرتر وزارت کارهای داخله اهمیت دهید تماشابینان گرامی.
شاید شرم‌آورترین خلاصه در جهان را وزارت کارهای داخله پیشنهاد کرد. وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده، همانی که هر سال صدها تروریست بازداشت میکند، اعلان کرد که وزارتش 7 بار تحقیقات گذرانده و معلوم کرده است که گناهکاری اساسی صدمه خود فراموز نه ماشینش بوده است. جنایتکار خود راننده نه، خود ماشین جنایت کرده است. انیقترش نقصان تکنیکی آن ضمن استحصال، یعنی استحصالگر ماشین را با نقصان استحصال کرده است. البته اگر این دعوای رمضان رحیمزاده را شرکت BMW میفهمید، کایها او را به دادگاه میکشید، ولی خوشبختانه کسی در خارج نشست‌های مطبوعاتی وزیران تاجیک را پیگیری نمی کند. وگرنه با این دراماتورگ رحیمزاده و نورالدین سعید و بک صبور ما کایها مشهوری بحر و بر می شدیم. دیرتر منصبداران با عقلتر شدند و از این اصولی از جوابگری آزادکنی فرزندانشان دست کشیدند. آیسته آیسته آخر در مسخره مردم قرار گرفتند. چند نفر میکشی، خودت از جوابگری آزاد، مادرت 120 تومان جریمه می شود. قیمت یک انسان 120 تومان. چند انسان؟ اهمیت داده ایستاده تماشابینان گرامی. اینها بعد از این کارهایشان با عقلتر شدند. برای مثال سنه 23 مارس سال 2019 ماشین لکسوس کبیروف، پسر عوض کبیروف، مالک و رئیس بازار سلطان کبیر در مرکز دوشنبه، باز هم در خیابان رودکی به یک سیمچوب کنار راه برخورد و دو جوان 18 ساله، نیکزاد صاحب دینزاده و سید جعفر سیدوف به هلاکت رسیدند. 2 نفر دیگر از جمله کبیر کبیروف در حالت وزنین به بیمارستان انتقال یافتند. این دفعه هم راننده نمرد. رسانه ها در حال تخمین زدند که پسر عوض کبیروف مثل آن دو از جوابگری آزاد خواهد شد. اما دادگاه کبیر کبیروف را به 8.5 سال زندان محکوم کرد و با همین سر و صداها خاموش شدند. سر و صداها را خاموش کردند. بعد طبق اطلاع منبع ما، دادگاه زینه دوم حکم کبیر را به 1 سال کارهای اصلاحی عوض کرد. این اطلاع از رسانه ها پنهان و پسر مالک بازار سلطان کبیر به خارج فرستاده شد. از همین اصول وزیر سابق صناعت گل شیرعلی نیز کار گرفت و پسری به 1.5 سال محکوم شده اش را به یکی از زندانهای خارجه، یعنی یکی از ویلاهایش در خارج، برای استراحت فرستاد. حالا با اطمینان میتوان گفت که برای اسلام انورزاده که در حالت بدمستی رانندگی کرد و سبب مرگ یک سراینده مشهور بهرام غفوری شد، یکی از همین 2 سناریو در راه است. یا او را بیگناه میبرارند یا حکم میگیرد و به زندان در خارج سفر میکند. زندان مثل زندان گل شیرعلی، ویلاهای با حشمتی میلیون دلاره. تماشابینان گرامی، درک کرده ایستاده اید؟ انا گپ
این مردم عادی است که برای یک لایک در شبکه اجتماعی 9.5 سال یا در مهمانی با کدام فعال سیاسی همراه نشستنش 19 سال حکم میگیرد. اما اینها که مردم را به کسته ها تقسیم کرده اند از کسته بالایی اند و برایشان هیچ قانون عمل نمی کند. حالا رسول، فراموز و کبیر در شهرهای بزرگ و گران قیمت جهان با ماشینهای گران ارزش سیر می کنند، ولی فرزند رستم ستارف، کارمند خواجگی کمونالی شهر دوشنبه و دیگر کشتگان اینها در این ایام کرانتین عذاب نیم گرسنگی میکشند. این بود برنامه امروزه ما. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. همچنین در رادیویی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان روسی و تاجیکی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می‌شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می‌شوند که امیدواریم پسند شما می‌گردد. ضمیمه رادیوی پیام برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. خیر تا هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net